خب با سلام. این هم یک از روزهای آفتابی در کشور جرمنی، اما بعد از ظهرش دیگه خدا میدانه که چطور میشه. و حالا هم که بسیار آب و هوای خوب است، تقریبا 25 درجه است این ماله و من راضی هستم به این آب و هوایش. و دیگه حالا از کار تعطیل کردیم، همه قدم زده میریم طرف خانه. خدا یارتان باشد دوستا عزیزان، سرورای گرامی. امید که هر جای دنیا هستین که خوش و آرام و صحتمند باشید، در کنار اعضای فامیلتان، اعضای خانوادهتان دیگه جور صحتمند باشید. ما را لایک فالو